محمد جان، تا حالا به این فکر کردی که هر کدوم از ما میتونیم هزاران تا نسخه داشته باشیم؟ ببینم تا حالا اصلا تو به چیزی به نام دنیای موازی فکر کردی؟ میخوام یه سریال بهت معرفی کنم، به شما هم همچنین. بهتون قول میدم چشم ازش بر نمیداری. گوش کن. ببین، فکر کن موضوع سریال میخوام بهت بگم. فکر کن شما هر کدوم از ما آدما اون لحظه ای که در مقام تصمیم گیری تو زندگیمون قرار میگیریم، همون لحظه یه نسخه از خودمون به وجود میاریم. حالا به این فکر کن، اگه یه دستگاهی اختراع میشد که ما میتونستیم بین این دنیاهای موازی رفت و آمد کنیم، میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ هر کدوممون میتونستیم تو سرنوشتمون رو عوض کنیم. فکر کنم به درد ما ایرانی‌ها خیلی میخوره. اگه همچین دستگاهی اختراع میشد به درد ما خیلی میخورد. میتونستیم خیلی کارا بکنیم. سریال بلک ماتر یا ماده تاریک یه سریال درام علمی تخیلی واقعا هیجان انگیزه. این سریال به کارگردانی بلک پراچ و بازی جوئل اجرتون و جنیفر کانلی از سریال‌های مورد علاقه خودمه و حتما بهتون پیشنهاد میدم. جوئل اجرتون بازیگر فیلم واریور یا مبارزه که در کنار تام هاردی خوش درخشیدن و جنیفر کانلی هم از فیلماش میتونم به مرثیه‌ای برای یک رویا براتون نام ببرم که اینجا نقش یک زن معتاد رو واقعا تحسین برانگیز بازی کرده. امیدوارم ببینید دوستان. Who are you? I live here with you. Johnny! Daniel? Have you done something to them? I don't know who you're talking about. It's Jason. You know, I've never served you. It's not funny. Just tell me you know who I am. I've never seen you before in my life. I just need answers. You built the box. Behind every door in there is a version of your life that you could have lived. And Jason stole me from another world, and he brought me to his world. What if the person that abducted me is me? Hey, fair. Why would you do that? It's the one thing you had hated. He's been different, and I'm scared. I don't know what to do. You need to use the box to get him. The what you're looking for is a grain of sand on an infinite beach. بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. هرچی توضیح بدم نمیکنم بتونم حق مطلب رو ادا کنم. بهتون قول میدم سریال خیلی جذابیه. اسمش هست بلک ماتر، ماده سیاه. خوبه. من باید دانلود کنم ببینم. حتما ببین. 60%. برو.